با صراحت اعلان داشت که من یعنی که هیچ کس نمیتونه خودش چیکار کند بگه که من بیگناه هستم. خود هممون گناه کرده ولی با صرف کرده، ولی امام علی میگم نه من گناه ندارم، من خود کردم. یعنی همون شخصی که کافر میشود پس از اسلام با انجام دادن یا با گفتن یا با اعتقاد کردن کفری بواح و ظاهرا، یعنی که میگوید یا میکند یا اعتقاد دارد و برگشتن از دین اسلام و سوی کفر که همون مرتد در حقیقت است. اما یعنی که شخصی کافر میشود پس از اسلامش و کفری آشکارا. البته میگه در ریزه داخل شده، یعنی که این یکی از اصطلاحات اسلامی است که اشاره میشود به ترک اسلام. برادر خوب دقت کنید، ردتی را میگن این اصطلاح اسلامی هست که اشاره میشود به ترک اسلام پس از داخل شدن در با فرانسه یک دولتی است که کاملا دین از دولت جدا است. یعنی حتی مسیحی هر قدر ارزش دارد، مسلمان هم همون قدر ارزش دارد. اگر دختری مسلمان به کارگاه یا که به مدرسه یا به مکتب داخل شدن با حجاب برایش ممنوع باشد، برای یک مسیحی داخل شدن با صلیب هم ممنوع است. یعنی ولی ارزش به تمام شخصیت و یعنی هر شخص هر شهروند قائل هستند و اصلا یعنی که چنین نظام را این دولت ها پیش میبرند. با کفر آشکار برگشتن آشکار ظاهر میگه میتونه که همون کفر با گفتن باشد یا با کردن باشد یا با اعتقاد باشد. با فرانسه یک دولتی است که کاملا دین از دولت جدا است. اعتقاد دارد و یفعل اما میگه یعنی که نمیگه من کافرم، فعلهای همون مرتد را میکنه و اعتقاد مرتد را دارد، یا اینکه انکار میکند یک معلومات از معلومات ضروری چه یکان نه اپو نه باب نه اون نه یکان کس نه یا وقت یکان مسلمان که دنیا برای ما مهم نیست یکان ملت دیگه تمام در کنه. برگشتن آشکار ظاهر میگه میتونه که همون کفر با گفتن باشد یا با کردن باشد یا با اعتقاد باشد.